سلام دوستان، من مازیار موبایل پلی هستم و امروز اومدیم اولین ویدیو کانالمون رو بذاریم. لطفا لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. از من حمایت کنید تا رویه بگیرم و ویدیوهای بیشتری براتون بذارم. خب بحث امروزمون درباره یکی از گوشی های خوب شیائمیه که دیگه کم کم داره قدیمی میشه و الان قدیمی هم نسبتا هست. ولی خب ما امروز این گوشی رو در نظر گرفتیم که دربارش توضیح بدیم. منظور من گوشی ردمی نوت 7 هستش. این گوشی دارای ویژگی‌های زیادیه ولی خب نسبتا قدیمیه. یکی از ویژگی‌های این گوشی رم 4 گیگابایتیشه. حافظه داخلی این گوشی 64 گیگابایته و اندرویدش هم 9 هستش. شبکه‌های ارتباطی این گوشی 4 گیگابایته. مشخصات دوربینش هم خوبه. دوربین دومش 5 مگاپیکسل و دوربین اولش 48 مگاپیکسل. ظرفیت باتریش هم 4000 و در کل گوشی ارزون، خیلی کاربردی و برای بعضی از بازی‌های مانند FC موبایل، PS موبایل، فری فایر یا بازی‌هایی که حجمشون زیاده هم میشه انجام داد. ولی خب یک سری لگ ها و یک سری به قول معروف لگ ها و چیزهای دیگه میده که مثلا هنگ میکنه. حالا این گوشی خوبیه و به نظر من اگه میخواید گوشی ارزون بخرید این گوشی رو در نظر بگیرید. ویدیو امروز ما به پایان رسیده دوستان. لطفا حمایت کنید از من. لایک، سابسکرایب و کامنت من رویه میده تا من ویدیوهای بیشتری بذارم. لطفا حمایت کنید چون ما اینجا امکانات زیادی نداریم و فقط با یه گوشی داریم این کار رو انجام میدیم. لطفا از من حمایت کنید تا من رویه بگیرم و ویدیوهای بیشتری بذارم. تا یه ویدیو بعد، خدا نگهدار.